و یه نکته خیلی مهم، شما وقتی زبان فارسی باهاش صحبت می‌کنید، اکثر هوش مصنوعی‌ها فارسی خوب درک نمی‌کنن. به غیر از دیپسیک، جمنای و حالا یه سری از هوش مصنوعی دیگه که خیلی نمی‌خوام نام ببرم، اکثرشون زبان فارسی خوب درک نمی‌کنن. شما مجبوری به زبان انگلیسی باهاش صحبت کنید. یعنی دستوراتی که نه اصلا ترجمه هم نکن. دستوراتی که براش صادر شده، اون یه سری چیزا واسش تعریف شده. مثلا درایت واسه گراک تعریف شده که آقا بکش، عکس بکش. حالا تو بیای تو فارسی بگی این تصویر رو لطفاً بکشید. خب همین آره میکشه. خب سخته واسش تعریف کردن. پس ما باید بریم با بعضی از هوش مصنوعی‌ها اگر تو حوزمون درست کار نکرد بریم سمت انگلیسی کردنه. نه اینکه صرفا بریم تو ترنسلیت این کارو انجام بدیم و خودش بپرسه آقا به من یه پرامپت بده. خیلی ساده است. اکثرشون الان این کارو انجام میدن. یعنی ما نباید دنبال پرامپت باشیم. من یه همچین مقاله میخوام درست کنم، این کلمه یه همچین پرامپتی میخوام با این مشخصات این کلمات کلیدی توش به کار رفته باشه. یه پرامپت به من بده همه اینا رو در بر بگیره. همین. ببین چه خروجی بهتون میده. خیلی ساده است. از این هوش مصنوعی بگیر به اون هوش مصنوعی بده، از اون هوش مصنوعی بگیر به اون هوش مصنوعی. با هم تلفیق کن خروجی عالی.